شادم که زنده مونده ای. این کار حالا تمام نشده است برادر. درست، ما کارمون رو نو سر کردیم. خانم پروکورور، از انبار یگان ایزی انگوش نیفتیم. نوشتجات رو به تشخیص نشان دادیم. اونها گفتن که این رو یگان چپ دست نوشته است. بعداً گزارش مفصل میفرستند. عالی. اگر از اونجا یگان دلیل دقیق رو پیدا کرده توانیم، این بسیار خوب می شود. شاید که یابیم. تشکر. الو کماندان، من آتشم. کماندان، شما ما رو میشنوید؟ الو آتش، نزلی، تو با خود آمدی؟ خوب هستی؟ خوبم. من خوبم، خواهی نشو. تو در کجایی؟ من گفته نمیتوانم. صدایت رو شنیدم. اکنون مرم هم ارمان ندارم. چرا تو چنین میگویی؟ هم تو در آمدی گپ گفتم. نزلی، تو خود میدونی من حتما انتقام تو رو میگیرم. میدونم. اکنون من باید بروم. به زودی برمیگردم. قماندان اردم همانجاست. بله، اما من با تو یک چیز رو گفتن میخواهم. بگو عزیزم، بگو. بله. تو رو بینهایت دوست می‌دارم نزلی. در عالم از همه زیاد تو رو دوست می‌دارم. من هم تو رو دوست می‌دارم. تو در کجایی ای بچه؟ قماندان گفته نمیتوانم. چه طور گفته نمیتوانی؟ من قماندانی تویم. با فکرم فراموش کرده ای؟ من تو از قاتل اپای گولیر و اونهایی که نزلی را زخمی کردن انتقام نگیرم جایم را نمیگویم. از تو کسی انتقام گرفتن را طلب نمی کند. اصلا کاری توی انتقام گرفتن نیست. فراموش کردی؟ فراموش نکردم قماندان. آنها همه به شرف و به وجدان و به ناموسند. خواهش میکنم مرا مجبور نکنید که بر ضد فرمان شما برایم. من اینجا از بسیار چیز آگاه شدم. این گروه نقشه حمله دارد. گروه؟ تو الکی در میان آنها هستی؟ دیوانه شدی مگر؟ فکر میکنی که تو تنها با آنها مبارزه برده میتوانی؟ قماندان، مقصد من برگشتن نیست. من رازی رو پیدا کردم. او در زیر بینی من است. اگر گرفتن معلومات اوید به جزئیات حمله گسترده آنها نمی بود، من که خود رو میکشتم. من باید بروم. به شما با زنگ میزنم. آتش! آتش! تو در کجا میگردی؟ برای به مشقا رفتن از سحر باز تو را میجویم. قضای حاجت داشتم. چی؟ در شیمم کنم؟